به دومین ولاگ سفر ما به ییلاقات گیلان خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم بریم به یکی از ییلاقات گیلان که اسمش انقدر سخته که نمیتونم تلفظ کنم، آبلابولانگای گیلان. و انقدر هوا اینجا گرم و شرجیه که اولی آبطالبی میزنیم بر بدن و بعد حرکت میکنیم و منتظر میمونیم تا بچه‌ها نون سنگک بگیرن و صبحونه بخوریم. و بالاخره تادا رسیدیم به دریاچه عروس حلیمه جان گیلان. اینجا انقدر هوا شرجی گرم و مرطوبه که خفه میشی. خلاصه اول شروع کردیم فیلم برداری کردن از محیط. خیلی تنوع حیواناتش زیاده و انقدر حیوونا با انسان اخت میگیرن و نزدیک میشن به انسانا که اصلا برگ و هیچی برات نمیمونه. خلاصه لاک پشته تا فهمید داریم ازش فیلم میگیریم رفت تو آب. یادم افتاد که یه سری از وسیله ها تو صندوق ماشین مونده. رفتیم وسیله های صندوق ماشین رو برداشتیم و برگشتیم که صابونمون رو بخوریم. هنوز صابونمون تموم نشده بود که بچه‌ها شروع کردن خمیرای داخل نون بربری رو کندن و ریختن در نزدیکترین لوکیشن به دخترها. اونقدر نزدیک میریختن که کم مونده بود غازا بیان تو ما عملا. نگاه میکنم چقدر خرم اینا. پسرها انقدر این تیکنونا رو نزدیک میریختن که ما دخترها شروع کردیم تیکنونا رو دور انداختن که اینا از ما دور شن و خلاصه رفتن. ولی چیزی نگذشته بود که دوباره پسرها نونا ریختن نزدیک ما انداختن کف کلمون. انقدر این غازا می اومدن نزدیک و بوی گند میدادن که محدثه مجبور شد گردن یکیشونو بگیره. اگه فکر کردیم که ترسیدن و رفتن سخت اشتباهیم، چون پسرها هی این اونا رو نزدیک و نزدیک‌تر می‌کنن تا اینکه سورپرایز سلطان وارد میشه و بالاخره یه گاو شاخدار وارد شد و منم عین سگ از این گاوای شاخدار میترسم، چون که بچه بودم یه بار لباس قرمز تنم بود و یه دونه از این گاوای شاخدار دنبالم کرده بود. خلاصه که به هیچ کجای چپ و راستش ما رو نگرفت و به مسیرش ادامه داد و رفت و بچه‌ها هم سر سوتی که امد داده بودن داشتن هار می‌خوردن. یادتونه گفتم که تنوع حیوان خیلی زیاده. اینجا هم این مرغه اومده بود اضافه املت داخل ساج رو داشت نوک میزد میخورد، ولی نمیدونم چرا مو نداشت رو گردنش. بچه کجا اومدین؟ بعد از اینکه صبحونمون رو خوردیم راهی شهر شدیم و چون جمعه بود و برق هم قطع شده بود و سگ گرما بود رفتیم صف نونوایی نون سنگک گرفتیم و چون بیشتر از 5 تا سنگک بهمون نمیدادن دوباره رفتیم صف نون بربری و 7 تا نون بربری هم از اینجا گرفتیم. با اینکه محلی‌ها نمیدونم چرا پلاک تهرانو که میبینن خیلی اذیت میکنن. و بالاخره رسیدیم خونه که بریم ناهار رو بزنیم بر بدن و هوا بوسیدنی ترین حالت ممکن خودش بود. با اینکه داشتیم شرشار عرق میریختیم ولی وایب روستا عالی بود، بچه‌ها عالی بود و حتی حاضر نبودیم یک ثانیه هم تو خونه بمونیم. بعد از اینکه ناهار رو زدیم بر بدن و برق هم وصل شد لباس پوشیدیم و آماده شدیم که بریم باغ پشت این خونه روستایی رو هم بهتون نشون بدم. اینجا که میبینید انواع و اقسام درخت‌ها و گلایی که میبینید رو این باغبون اینجا کاشته بود. خلاصه با بچه‌ها یه کمی عکس گرفتیم، یه کمی گشتیم و فیلم برداری کردیم براتون و باد ملایمی هم شروع کرد به وزیدن که اینجا ما عرق کرده بودیم خنک شدیم. اینجا هم که میبینید بچه‌ها در حال تولید محتوا هستن. بچه‌ها کاکتوساشون خیلی گنده بود، خیلی اصلا نمیدونم تو فیلم معلومه یا نه. من نمیدونم چرا این کاکتوسا و گلا رو که میبرید تهران اینقدر رشد نمیکنه. مثلا من همین این کاکتوسی که میبینید اینو تهران دارم ولی 5 سال اصلا رشد نکرده و گلاشون خیلی خوشگل. خلاصه حرکت کردیم به سمت ییلاق آبلابولانگا. اصلا اسمش هم انقدر سخته که تو دهن نمیچرخه. آبلابولانگا یه همچین چیزیه. اگه هر کسی میدونه تو کامنت ها حتما درستش رو به من بگه.
از اینجا کامل مشخص بود که بالای کوه شروع کرده به مه گرفتن و ابرا دارن میان و رسیدیم به جنگل خیلی خفنش. اینقدر خوشگل و خنک بود اینجا که شنیدی میگن طرف سرش رو این گاو میندازه میاد وسط خیابون. دقیقا مصداق این ویدیو. اینجا باید با سرعت کم میرفتید چون که تابلو زده بود عبور حیوانات اهلی و بالاخره مه رو ما دیدیم. از اینجا به بعد هوا از دمای 25 درجه رسید به 20 درجه و هر چقدر که میرفتیم بالاتر هوا خنک‌تر و مه بیشتر معلوم میشد و رسیدیم به یه جایی که دیگه باید با سرعت 10 تا میرفتیم، شاید هم کمتر چون که اصلا جلوتو نمیدیدی و از لاین مخالفم که خب ماشین میومد و انقدرم جادهش پیچ داشت و خوشگل بود و یهو مه زیاد میشد یهو مه کم میشد که باید با احتیاط خیلی زیاد رانندگی میکردی. یه معضل دیگه هم که اینجا داره تالا طولاش بود. هی میرفتیم جلوتر هی تالا طولا. اینجا انقدر مهش زیاده که حتی همین درختای نزدیک رو هم نمیتونم بهتون نشون بدم. خلاصه یه غیری دادیم و یه اسموکی کشیدیم و یه استراحت کردیم و شروع کردیم ادامه مسیرمون. اونقدر بالا رفتیم تا رسیدیم به این دشت زیبا، جایی که اصلا دیگه درختی وجود نداشت و چون ما این مه خفن رو دیدیم تصمیم گرفتیم که همینجا بمونیم. اما چیزی نگذشت که باد زد و این مه ها رفتن و خلاصه آفتاب خیلی شدیدی میزد تو صورتمون. تصمیم گرفتیم که برگردیم پایین و بریم تو جنگل و بالاخره توی مه برگشتیم تو جنگل و یه جایی خیلی خفن و بکر پیدا کردیم. رفتم این پایین که ویدیو بگیرم، دیدم یه گاو خیلی خوشگل شاخدار داره میاد سمتمون. منم چون که قبلا از گاو شاخ خورده بودم و دنبالم کرده بود فرار کردم اومدم سمت بچه‌ها. اینجا هم که خب بچه‌ها دارن جوجه ها رو سیخ میکنن و اینجا هم که خب عرفان داره منقل رو برای ناهار آماده میکنه و گاوه بالاخره معلوم شد. بچه هم شروع کردن با کاهو و گوجه دادن به این گاوه بکشوننش سمت ما که بتونیم ویدیوهای بهتری ازش بگیریم. تو چنل هم دقیقا یه فیلم کامل از ویدیو غذا دادن به این گاوه گذاشتم و گاوه خیلی خوشگله، خیلی خوشگل بود. اینجا هم که خب بچه ها دارن ازش فیلم میگیرن و عکس میگیرن و بالاخره اومد سمتمون و ما هم هر چقدر که پوست هندونه داشتیم و هویج و سبزیجات که داشتیم دادیم بهش و کلی ازش فیلمای باحال گرفتیم و در نهایت ناباوری حدس بزنید چی شد. ما گوجه ها رو که سیخ کرده بودیم برای کباب دیدیم این گاوه خیلی با دقت داره به اونا توجه میکنه. تا حواسمون رفت دیدیم پرید و یه سیخ از گوجه رو ورداشت و فلنگ و بست. تو اکیپا همیشه یه نفری هستش که بقیه از گرسنگی نجات میده. تو اکیپ ما اون شخص همیشه اماد همیشه تو اکیپمون غذاهای خوشمزه درست میکنه. اینجا هم که بالاخره همه جمع شده بودیم کمک بکنیم برای غذا و کباب و دادم دوباره سرکله گاوه پیدا شد. منم جلدی دویدم یه دونه گوجه پیدا کردم بهش دادم که بخوره و گورش رو گم کنه واقعا، چون که بوی گند میداد و ما هم میخواستیم نهار بخوریم و هر چقدر تلاش کردیم که بره مسیر بهش نشون دادیم نرفت. در نهایت دیگه بچه ها شروع کردن ترسوندنش که بره و رفت. ما هم اینجا کبابمون آماده شد. محمد چون میدونه که من چای خورم جلی پرید یه کتری آب جوش گذاشت که بعد از اینکه نهار خوردیم چایی بزنیم بر بدن. تارن کبوتر دیدین چقدر شبنم روش نشسته؟ ما بعد از اینکه نهار رو خوردیم بچه‌ها رفتن گشت و گذارشون رو کردن و ما هم یه چرتی زدیم. بعد از اینکه از خواب بیدار شدیم دیدیم همه جا خیسه، همه یه لباسامون خیسه و به شدت سردمون شده بود و داشتیم میلرزیم. تصمیم گرفتیم برگردیم پایین. نگاه کن عرسو یوره آدم دلش میخواد زوزه بکشه. عرسو فکر میکردی از این ارتفاع بتونی پایینه ببینی شما؟
مه اونقدر غلیظ شده بود که تبدیل شده بود به شبنم و شروع کرده بود باریدن. کف زمین رو اگر ببینید آسفالت همه خیسه و ما هم با احتیاط خیلی زیاد داریم میریم پایین، چون که هم لغزنده است، هم مه گرفته و هم از لاین مخالف داره ماشین میاد. هوا اونقدر سرد شده بود، مه هم زیاد شده بود و داشت غروب میشد. ما هم اصلا دلمون نمیخواست برگردیم، ولی خیلی بهمون خوش گذشته بود و اصلا فکر نمی‌کردیم چله تابستون بتونیم یه همچین آب و هوایی با همچین درجه دمایی که 16 درجه بود رو تجربه کنیم. خلاصه اینکه ولاگ سفر امروزمون به پایان رسید. اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. ماچ به کلت، خدا نگهدار.